با سلام، فاطمه فراهانی هستم، دانشجوی مهندسی مکانیک. در این ویدیو قصدم یک تمرین از مبحث شیت متال رو براتون انجام بدم. خب همونطور که میبینید این نمای پایانی کار من هستش. 3 نمای دیگه دارم که با این 3 نما من سعی دارم قطعه رو رسم کنم. فلتن ویو هستش. در قسمت نوت 3 نکته داریم. نکته اولی که ما همین اول کار بهش برمیخوریم اینه که همه اندازه ها به میلیمترن و من در داخل سالید باید این رو تنظیم کنم. وارد نرم افزار میشم، روی این فلش کلیک میکنم نیو. 3 محیط برای من باز میشه: پارت، اسمبلی، دراینگ. محیط اول که پارت هستش برای نقشه کشی قطعات استفاده میشه، یعنی که حالا من میخوام اون قطعه رو رسم کنم، از این محیط استفاده میکنم. اگر خواستم قطعاتی که رسم کردم و ذخیره کردم رو روی هم مونتاژ کنم، باید از اسمبلی استفاده کنم، یعنی محیط دوم. و اگر خواستم از اونها خروجی بگیرم، از دراینگ استفاده میکنم. پس من الان باید روی پارت کلیک کنم و اوکی رو میزنم. حالا این محیط سالید ورک باز شده برای من. قبل از اینکه شروع به رسم کنم باید این واحدش رو از این قسمت تغییر بدم و به روی میلیمتر بذارم. خب دومی کاری که من باید انجام بدم اینه که صفحه مورد نظرم رو انتخاب کنم. به خاطر همین بین فرانت پلین، تاپ پلین و رایت پلین اون صفحه‌ای که به من دید بهتر میده رو انتخاب میکنم. در این تمرین فرانت پلین به من دید بهتری میده، پس انتخابش میکنم، اسکچ رو میزنم، برمیگردم به نقشه. من قصد دارم اول از این مستطیل شروع به رسم کنم که در این قسمت این مستطیل که یک مستطیل 120 در 200، یکی 144 در 40. خب دستور مستطیل رو از سربرگ اسکچ فعال میکنم، مرکزش رو روی مبدأ مختصات فیکس میکنم. خب اندازه میدم. برای اندازه دادن اسمارت دایمنشن رو فعال میکنم. 200 در 120 بود، یعنی این قسمت 200 120 144 40. خب کار من با دستور اسمارت دایمنشن تموم شد. شکلم فولی دیفایند شد. از خطوط مشکی رنگ هم معلومه که فولی دیفایند شد. فولی دیفایند یعنی اینکه فیکس شده و من دیگه نمیتونم تکونش بدم. حالا در هر جهتی که مد نظرتونه دیگه اجازه تکون دادنشون ندارید. شکلو تیک زده میشه چون کارم تموم شد. وارد سربرگ شیت متال میشم که بهش ضخامت بدم، چون مبحث ورق کاری هستیم. برای اینکه بهش ضخامت بدم از شیت متال استفاده میکنم که گفته همه ضخامت‌ها مساوی 2 میلیمتر باشه. خب بیس فلنج رو فعال میکنم، به اندازه 2 میلیمتر بهش ضخامت میدم. اینا هم که دیفالتشه نیم، و همچنین اینجا رو از نیم باید به 1 تغییر بدم چون داخل نقشه گفته. تیک زده میشه. برمیگردم در سربرگ شیت متال، اج فلنج رو فعال میکنم. از اون خطی که من قصد رسم اون ورق رو دارم، اون خیلی برام مهمه، همون رو باید انتخاب کنم. من برای همین این خط رو انتخاب میکنم. یکم موس رو درگ میکنم به سمتی که میخوام و فیکسش میکنم. میام سراغ تنظیماتش. من نمیخوام از شعاع دیفالت استفاده شه، پس این تیک رو برمیدارم و شعاع دلخواهم رو وارد میکنم. نقشه به من گفته باید 2 باشه. خب زاویه بین ورق‌ها باید 90 باشه. شکلی که میخوام دقیقا همین موارده و در اینو فعلا تغییر نمیدم تا توضیحش بدم. کاستم ریلیف رو چک میکنم که 1 باشه که 1 هست، چون داخل شیت متال قبلی تنظیماتش رو به 1 تغییر دادم. خب چرا 2 وارد کردم اونجا شعاعشو؟ چون داخل نوت گفته که بندینگ ریدیوس باید 2 باشه، به من دستور داده. خب من الان انجامش دادم. اونم که 1 وارد کردم به خاطر مورد سومه. اینا خیلی مهمه که یه موقع جابجا واردشون نکنید، چون کامل شکلتون به هم میریزه. خب تا به اینجای کار به این شکل در اومد. حالا من باید یک ادیتی کنم دیگه. چرا؟ چون شکلی که دارم به این شکل اصلا هیچ شباهتی الان نداره فعلا. تا به اینجا ادیت فلنج رو میزنم و حالا میام شکلی که میخوام رو رسم میکنم. به این صورت که دستور لاین رو فعال میکنم. به این صورت. خب حالا تریم رو فعال میکنم تا پاک بشه.
حالا این خط رو کلا پاک میکنم. دوباره دستور لاین. خب پایان این خط رو میکشم تا برسونم به انتهای این یکی خط. خب فعلا شکلمون وقتی رنگی میشه یعنی اینکه شکلمون بسته شد. فعلا فولی دیفاین برای زمانیه که من اندازه هاشم وارد کنم. خب شروع میکنم به وارد کردن اندازه ها. اسمارت دایمنشن رو فعال میکنم. این قسمت داخل نقشه 37 هستش. فاصله این خط و این خط داخل نقشه 180 هستش. خب مورد بعد این قسمت 15 هستش. فاصله این خط تا این خط 48 هستش. خب من فکر کنم یک اشتباهی اینجا انجام دادم. این رو دیلیت میکنم. از این قسمت تا این قسمت 37 هستش. خب مورد بعدی 85. مورد بعدی میشه 150 این قسمت. خب اینو من غیر فعال کنم. یکم بیارم به سمت داخل که شکلش حفظ بشه. 20. خب تقریبا تا اینجا فکر نمی کنم اندازه رو جا انداخته باشم. بازم چک میکنم. مورد بعدی که من باید انجام بدم اینه که این دایره ها رو بکشم. 3 تا دایره میخوام که حالا به صورت تقریبی بخوام رسم کنم. یه دونه اینجا میشه، یه دونه اینجا میشه، یه دونه اینجا. خب که شوهایی که به این دوتا داده برابره، یعنی اینو داده بود 30، اینم داده بود 30، این 20. خب حالا فواصلشون رو باید وارد کنم. برای وارد کردن فواصلشون یعنی مثلا فاصله این مرکز تا این مرکز 15 هستش. فاصله این مرکز تا این خط 30 هستش. قطرش هم که وارد کردم. خب حالا فاصله ای که با این خط داره 40 بودش. فاصله ای که این دوتا مرکز با هم دارن 65 هستش. فاصله ای که این دو با هم دارن 40 هستش. خب تا به اینجا فکر میکنم من همه اندازه ها رو تقریبا میشه گفت وارد کردم به جز اندازه بین این دو که اندازه عمودیشو میخوام 35 و اندازه آخر رو هم وارد میکنم که 12 هستش. شکل من فولی دیفاین شد و خطوط به رنگ مشکی در اومد. حالا باید روی بک کلیک کنم تا به تنظیمات برگردم. خب حالا اینجا من شعار رو که وارد کردم 90 که وارد کردم گفتم زاویه بین ورقه هاست. در قسمت بلایند اگه دقت کنید ببینید که اون قسمتی که من اندازه وارد میکردم دیگه نیست. این به خاطر اینه که من کامل اندازه ها رو روی بخشی که ادیت کردم اندازه ها رو بهش دادم و دیگه نیاز نیست من اینجا عدد جدیدی وارد کنم. این خیلی نکته مهمیه. تیک رو میزنم. حالا باید این ورقی که من در این سمت طراحی کردم رو به اون سمتم منتقل کنم. برای این کار در منوی فیچرز میره رو فعال میکنم. در قسمت اول من اون چیزی که میخوام نسبت بهش آینه رو انجام بدم رو انتخاب میکنم. خب
مورد دومم دومین چیزیه که میخوام نسبت بهش آینه رو انجام بدم که خب اینجا من دومین چیز ندارم. در قسمت بعدی من چیزی که میخوام قرینش کنم رو انتخاب میکنم، یعنی همین. خب تیک رو میزنم و قطعه من به این صورت در میاد. حالا من قصد دارم این ورقه هایی که به سمت داخل رسم شدن رو رسم کنم. برای این کار دوباره من یک کنترل 7 بزنم. خب دوباره میام داخل شیت متال، H فلنج رو فعال میکنم. این خط رو انتخاب میکنم، به سمت داخل درگ میکنم و همچنین این خط. خب میرم سراغ تنظیمات. شاش باید 2 باشه، زاویه 90 باشه، اندازش باید 30 باشه. خب چون میخوام از سمت داخل رسم بشه، شکل اولی رو انتخاب کردم برای هر دو و اینم که اوکیه. اوکی رو میزنم، کنترل 7. حالا من باید اون متریالی که گفته رو براش انتخاب کنم. میام داخل متریال، راست کلیک، ادیت متریال و شروع به پیدا کردن گالوانایز استیل میکنم. خب اپلای، کلوز و متریالی که من برای شکلم میخواستم انجام شد. اگرم خواستید که حالا رنگش رو تغییر بدید یا دوباره جنسش، که از این قسمت هم میشه ولی از این قسمت دیگه هم که الان آموزش میدم امکان داره، روی این کلیک میکنید روی این گزینه. خب من میتونم اینجا برای مثال بزنم روی استیل و حالا اون موردی که میخوام رو بندازم روی شکلم، رنگشم که از این قسمت میتونم تغییر بدم. حالا هر جوری که حالا یا اون نقشه بهتون میگه یا خودتون دوست دارین میتونید هر رنگی میخواید از اینجا روش بذارید، یا اینکه یه امکان دیگه هم که هست میتونید شماره اینجا وارد کنید و حالا بر اساس شمارهایی که وارد میکنید یک رنگی به شما میده که اون رو روی قطعتون میندازه. حالا میخوام این انحناهایی که در این قسمت ها رسم شده که حالا اینجا برای مثال شعاعش 10، اینجا 30، در این قسمت 10، دوباره اینجا 10، اینا رو رسم کنم. خب برای این کار دوباره وارد سربرگ شیت متال میشم. این دفعه باید یک گزینه دیگه در قسمت کورنرز، مورد سوم بریک کورنرز رو فعال کنم و حالا اندازش که 10 بود در داخل نقشه. جاهایی که میخوام رو انتخاب کنم همراه شکلش. این شکل تیزه، یعنی به صورت تیز برش میزنه، ولی این شکل نه، برای همین دومی رو انتخاب میکنم. حالا گوشه هایی که میخوام رو انتخاب میکنم. این گوشه بود، اینجا. خب این دو گوشه بود که من یک دفعه سطحش رو انتخاب میکنم. تایید، کنترل 7. خب حالا در ادامه من دوباره وارد سربرگ شیت متال میشم. کورنرز، بریک کورنر، این دفعه اندازه رو 30 میدم برای این بخش ها. خب شکلم که درسته، تیک. حالا کورنرز، بریک کورنر، اندازه 5 برای این قسمت ها. در داخل نقشه مشخصه برای این قسمت های پشتی. خب کنترل 7. در مرحله بعد من قصد رسم این 4 تا ورق رو دارم که به سمت داخل مایل شدن. برای این کار دوباره من در داخل سربرگ شیت متال H فلنج رو فعال میکنم. خب خط بعدی، خط بعدی، خط بعدی. دیفالت باید برداشته بشه، اندازه شعاع 2 داده میشه، 90 باید باشه. اندازه ای که میاد به سمت داخل و مایل میشه 20 هستش. 20.
خب شکل هم که اوکیه، یک هم که هست. خب فقط یک مسئله که هست، من در داخل نقشه برای مورد دوم و سوم یک فاصله ای تا اون خط کناریش دارم و باید این فاصله رو من ایجاد کنم. حالا چطور ایجاد کنم؟ الان مورد دوم، خب مورد دوم رو انتخاب میکنید، edit flange profile رو روش کلیک میکنید. حالا من یکم این خط رو به سمت داخل میارم. خب و اسمارت دایمنشن رو فعال میکنم، فاصله رو 2 میدم. این از مورد اول که از این طرف فاصله دادم. حالا برای اون یکی طرف اسمارت دایمنشن رو غیر فعال میکنم، یکم به سمت داخل میارم، اسمارت دایمنشن رو دوباره فعال میکنم، 2. خب این از مورد دوم. حالا برای مورد سوم بک. خب اسمارت دایمنشن، خب 2. اوکی. برای طرف بعدی اسمارت دایمنشن رو غیر فعال میکنم، یکم درگش میکنم به سمت داخل، اسمارت دایمنشن رو دوباره فعال میکنم، 2. خب دایمنشن اوکیه، بک. همه تنظیماتم که درست بودن اوکی. خب به این صورت شکل من درست میشه. خب حالا من همونطور که میبینم یک سری فواصل بین این ورقه ها ایجاد شده. برای اینکه من این فواصل رو بپوشونم، این گپ ها رو بپوشونم، باید دوباره وارد سرورق شیت متال کورنرز، این دفعه کلوزد کورنر رو فعال کنم تا بتونم این کار رو انجام بدم. خب اول از همه من این سطح رو انتخاب میکنم تا سطح بغلیش ادامه پیدا کنه. خب این از مورد اول. میخوام شکلش به شکل سومی باشه، یعنی ببینید تفاوت‌ها قشنگ حس میشه هر کدومو که من فعال میکنم. ولی به خاطر اینکه در اون نقشه که به من داده شد به این شکله، به خاطر همین من این رو انتخاب میکنم. خب حالا دوباره وارد اینجا که فعال. خب اوکیه. خب این تا به اینجا مواردی که باید انتخاب میکردم انتخاب کردم، شکلش رو انتخاب کردم، یک دهم درسته، یک درسته و نیاز نیست این سه مورد فعال باشه، ولی مورد اول باید فعال باشه. اینم از تنظیماتش، همه چی اوکیه، تیک زده میشه، کنترل 7. حالا من باید این دایره هایی که از داخل این 4 تا ورق خارج شده رو رسم کنم که 8 تا هست، قطرشون هم 10، که حالا این اطلاعاتی هست که نقشه به ما داده. بریم داخل نرم افزار، من میرم داخل سربرگ فیچرز، هول ویزارد رو فعال میکنم، مورد سومش رو انتخاب میکنم، بعد استانداردش رو چک کنید که دقیقا همین باشه، تایپش، اندازش 10 باشه و برای اندازش 10 و همچنین تنظیمات دیگهش 10,000 درسته. و این بخشش خیلی مهمه که باید آب تو سرفیس رو فعال کنید براش که اشکالش هم درسته. سطحی که من میخوام از بین این 4 تا، حالا سطح پایینی رو انتخاب میکنم و روی پوزیشن کلیک میکنم. دقت کنید که این گزینه حتما غیر فعال باشه. خب الان من باید اون دایره ها رو رسم کنم دیگه. اول کنترل 7 رو میگیرم که نمای اصلی رو به من نمایش بده. روی این خط کلیک میکنم،
کانورتش میکنم که برام به وضوح دیده شه. حالا در قسمت تولز، اسکچ تولز، سگمنت رو فعال میکنم. خطی که میخوام اون دایره روش قرار بگیرن رو انتخاب میکنم. تعدادم که 8 تا بود. خب اوکی رو میزنم. همینطور که میبینید این سوراخ ها ایجاد میشه روی 4 تا ورقی که من داشتم و میخواستم. تایید. خب و به این صورت دایره هایی که میخواستم به وجود میان. فقط اینکه یک مرحله آخر مونده که باید فیلتش رو هم انجام بدم که به اندازه 2.5 هستش. برای این کار در سربرگ فیچرز فیلت رو فعال میکنم. شکلش که درسته، اندازه رو 2.5 میدم. خب حالا انتخاب میکنم سطوحی که میخوام. این گوشه مجبورید یکی یکی انتخاب کنید چون اون گزینه هایی که میاد براتون بین اینا اونطور که میخواید پیش نمیبره کار رو. به خاطر همین مجبورید تا انتهای کار خودتون تکی تکی انتخاب کنید این گوشه ها رو. خب کنترل 7 که نمای اصلی کار رو به هم نشون بده و این نمای پایانی کار هست. امیدوارم این آموزش براتون مفید واقع شده باشه. تا آموزش های بعد، خدا نگهدار.